عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسن بصری رحمت الله علیه میفرمایند در دنیا دوستای خوب زیاد پیدا بکنین، به خاطر که اینا فایده میرسانند براتان در روز قیامت. یک کس پرسان کرد در روز قیامت چی فایده میرسانند دوستای خوب؟ گفتند که وقتی که جنتی‌ها در جنت میباشند و اینا همراه یکی دیگه خود قسم میکنن که یک دوست داشتیم در دنیا و حال در بین ما نیست، در کجاست او؟ پرسان میکنه یک کس برای اونا گفته میشه که او در دوزخ است. اینا دعا میکنن، میگن یا الله ما یک دوست داشتیم در دنیا، بسیار محبت میکردیم امرایش و او در اینجا امرای ما نیست، این من لذت جنت برای ما تکمیل نمیشه بدون از او. خداوند برش امر میکنه که برین امو دوستش از دوزخ گرفته بیارین در جنت پیش از اینا. وقتی که میره او دوست از اینا را میخواد دوزخ بیاره، دوزخی ها تعجب میکنن که به سبب روزه از اینجا نجات پیدا کرد، یا تهجد یاد میخوان، یا کدام شهیدی را شفاعت کرد، پدرش شهید بود، برادرش شهید بود، یا ملائکه یا انبیاء ای را شفاعت کردن. میگن نه، اینا در دنیا دوستای خوب داشت و او دوستایش ای را شفاعت کردن آوردن در جنت. و در اینمی وقت دوزخی ها باز حسرت میخورن که کاش که ما در دنیا دوستای خوب اختیار میکردیم. یا الله اگر ما را تو پس در دنیا روان بکنی، ما دوستای خوب میگیریم که ما را شفاعت میکنن در جنت ببرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.